صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. خداوندا، تو خالق و آفریدگار مایی، تو امید و حیات مایی، تو خدا و خداوند مایی. به درگاه مقدس و پرجلال تو آمده و تو را که شایسته پرستش و ستایش هستی می پرستیم و حمد و ثنایت می گوییم. ای خدای مهربان، ای ایزد مهربان، برنامه خود را با نام تو آغاز کرده و استدعا داریم که با کلامت در این ساعت روح و جان ما را زنده ساز و عطا فرما که ما نیز افکار خود را از این عالم فانی برداشته و تماما متوجه عالم معنویت و حضور مقدست بنماییم. پس استدعا داریم که به ما بصیرت و حکمت روحانی عطا کن و چشمان دل ما را بگشا تا در این ساعت چیزهای عجیبی از کلام تو ببینیم. این دعا را به نام نامی مقدس عیسی مسیح منجی و شفیع بشریت می طلبیم. آمین. یهوه خدای پدران شما را هزار چندان افزوده است و اینک شما امروز مثل ستارگان آسمان کثیر هستید. یهوه خدای پدران شما را هزار چندان که هستید بیفزاید و شما را بر حسب آنچه شما به شما گفته است برکت دهد. حضرت موسی در حالی که 120 سال از عمرش گذشته بود بر بالای تپه‌ای می‌ایستد و قوم بنی اسرائیل را که از مصر آنان را آزاد ساخته بود خطاب می کند که خداوند یکتا نه فقط به وعده‌های خود نسبت به آنان وفا کرده و سرزمین ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به آنان عطا نموده، بلکه از روی فیض و رحمتش آنان را در الطاف و عنایات خود قرار داده است. یعنی آنچه را که لیاقتش را نداشتند خدا به آنان عطا فرموده. موسی با چشمان خود شاهد سرزمین موعود بود، ولی می‌دانست که به امر خدا او حق ورود این سرزمین را ندارد و وارد آن سرزمین نخواهد شد، بلکه بایستی قبل از اینکه به این سرزمین وارد شود روح خود را به خدا تسلیم کند و رخت از این جهان ببندد. پس تمامی قوم بنی اسرائیل را جمع می‌کند و آخرین گفتار و تعلیمات الهی را به سمع آنان می‌رساند. تعلیماتی که در کتاب تثنیه 5مین قسمت از تورات مقدس به ثبت رسیده و در حقیقت وصیت‌نامه موسی به بنی اسرائیل می باشد. در آیه 10 و 11 از فصل اول از آنان می خواهد که توجه خود را همیشه به خدا مبذول بدارند و می گوید خدای پدران شما که مقصود خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است خدا یکتا می باشه، شما را هزار چندان افزوده است، یعنی شما را برکت داده و از اکنون
به ملتی تبدیل ساخته است. موسی به خاطر آنان می آورد که وقتی که جدشون حضرت یعقوب با پسرانش به مصر رفتند فقط کمتر از 80 نفر بودند و اما اکنون به لطف خدا بیش از 2 میلیون نفر شدند. به آنها می‌فرماید این خدا یکتا بوده که شما را اینقدر برکت داده و این خدا یکتا بوده که شما را از سرزمین مصر آزاد کرده و شما را به این سرزمینی که به پدران خود وعده داده است عطا کرده و هدایت نموده و نه اینکه من شما را به اینجا آوردم. و برای اینکه قوم را از پرستش خودش منع سازد به ضعف‌ها و خطایای خود اشاره می‌کنه و در آیات 12 الی 16 به خاطر قوم بنی اسرائیل می‌آورد که چگونه او در بیابان سینا قادر نبود آنان را در رفع مرافع و حل مسائل مختلف یاری بدهد تا اینکه خود خدا به یاری او شتافت و 70 نفر از مشایخ قوم را به او عطا کرد تا بتواند عدل و انصاف را در میان قوم برقرار سازد. حضرت موسی می‌خواهد مطمئن شود که قوم بنی اسرائیل پس از رفتنش از این عالم توجهشون دائما به خدا یکتا معطوف خواهد بود و می‌خواهد به آنان نشان بدهد که این خداوند مهربان است که دائما با آنها خواهد بود و آنها را ترک نمی‌کند. منتها این بنی اسرائیل هستند که نباید خدا را ترک کنند. پس برای اینکه قوم همیشه به خدا توکل کنند به آنان دستورات می‌دهد، دستورات که مسلماً برای من و شما نیز می باشد. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید استدعا دارم که آن را به کتاب تثنیه فصل اول بگشایید تا از آیه 17 کلام خدا را با هم مطالعه کنیم. تورات مقدس صفحه 272. اگر شما تورات مقدس را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید می توانید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. به کلام خدا توجه فرمایید. میگوید و در داوری طرفداری نکنید. کوچک را مثل بزرگ بشنوید و از روی انسان مترسید زیرا که داوری از آن خداست و هر که دعوی برای شما مشکل است نزد من بیاورید تا من آن را بشنوم. یک بار دیگر این دستورات را براتون میخونم. میفرماید شما در داوری طرفداری مکنید. کوچک را مثل بزرگ بشنوید و از روی انسان مترسید زیرا که داوری از آن خداست. اینک یهوه خدای تو این زمین را پیش روی تو گذاشته است. پس برای و چنان که یهوه خدای پدرانت به تو گفته است آن را به تصرف آور و ترسان و هراسان مباش. دوستان عزیز، حضرت موسی می‌دانست که آدمی غالباً در اجرای عدالت از عدل و انصاف خارج شده و ظلم را به جای عدالت به جا خواهد آورد، مخصوصاً وقتی موضوع رفاقت و قومی خویشی و یا به قول معروف پارتی بازی در کار باشه. برای همین است که امر می‌فرماید که هرگز در داوری بی انصافی و یا پارتی بازی نکنید، زیرا که داوری از خداونده و نباید مثلا یک شخص متمول و معروف را با یک معیار و یک کودک ساده و بی سرپرست را به معیار دیگر داوری کرد. زیرا خدا عادل است، خدا داوری می کند و خدا انتقام را خواهد گرفت و او که داور عادل است و همه را به خاطر اعمال زندگیشون داوری خواهد کرد، حق همه را کف دستشون میگذاره. تمام آیات فصل اول الی فصل 4 موسی تاریخ 40 ساله قوم بنی اسرائیل را برای نسل جدیدی که اکنون وارد سرزمین موعود میشوند مجددا بیان میکند و به آنها نشان میدهد که قبلا آنان چقدر قومی سرکش و یاغی بودند و چقدر بهانه‌های بیجا آورده و باعث آزرده شدن خدا یکتا شدند. و نه فقط ضعف‌ها و خطایای قوم را بیان میکنه بلکه اشتباهات خودش را نیز آشکار میکنه و بدین وسیله عملاً به قوم بنی اسرائیل میگوید که بیایید از گذشته از تاریخ درس بیاموزید و خطایای پدران خود را دیگر تکرار نکنید. آنچه در گذشته کرده اید را ترک کنید و به آینده نگاه کنید و با امید و ایمان به خدا یکتا به آینده توجه کنید و از زندگیتون رو در سرزمین موعود ادامه بدهید. از آیه 20 الی 38 سخن از اولین بی ایمانی قوم می کند. یعنی زمانی که برای بار اول به سرزمین موعود رسیدن اما بر اثر بی ایمانیشون به خدا یکتا و ترس از انسانها
نه فقط وارد سرزمین موعود نمیشن و باعث خشم خدا گردیدن، بلکه سبب شد که 40 سال تمام در بیابان آواره شوند. موسی به خاطرشون آورده و میگوید شما نخواستید که وارد سرزمین بشوید، در عوض از فرمان خدا عصیان ورزیدید و در خیمه های خود همهمه کرده گفتید چون که خداوند ما را دشمن داشت، ما را از زمین مصر بیرون آورد تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده و هلاک سازد. اما من به شما گفتم نترسید و از ایشان هراسان نباشید. یهوه خدای شما که پیش روی شما است می رود و برای شما جنگ خواهد کرد، لیکن با وجود این شما به خدا ایمان نیاوردید. حضرت موسی یادآوری می کند که 40 سال پیش آنان به این سرزمین موعود رسیدند و خداوند به آنها گفت وارد این سرزمین بشوید، اما قوم از روی انسانها یا از اموریان ترسیدند و با اینکه او بارها توجهشون رو معطوف به خدا ساخت، ولی مردم به حرف موسی گوش ندادند. در عوض به خاطر اینکه از انسانها ترسیدند، ایمان خود را از دست دادند و حتی خدا را هم دشمن خود دانستند. یعنی خدایی که این همه با آنها لطف کرده بود و روز و شب با آنها بود و آنان را از مصر آزاد ساخته بود، فریاد و فغان آنها را شنیده بود و موسی را برای آنها فرستاده بود، او را دشمن خود خطاب کرده و کاری کردند که خدا را از خود خشمناک ساختند. برای همین است که موسی میگوید که خداوند آواز سخنان شما را شنیده غضبناک شد و قسم خورد و گفت هیچ کدام از این مردان و از این طبقه شریر بر آن زمین نیکو که قسم خوردم که به پدران شما بدهم هرگز وارد نخواهند شد، سوای کالیب و یوشع ابن نون که آنها به خدا ایمان داشتند. دوستان عزیز، وقتی که خدا یکتا موسی را برای آزادی قوم بدبخت و فلک زده بنی اسرائیل برگزید، به آنها وعده داد که اگر مطیع او باشند همه‌شون را وارد سرزمین موعود یا اسرائیل امروزی خواهد کرد. ولی آنان بر اثر بی ایمانی و یا بهتر بگویم به خاطر ترس که در نتیجه آن بی ایمانی آمد، هیچ کدامشان وارد سرزمین مقدس نشدند مگر کالیب و یوشع. بقیه به غیر از 2 نفر در این سفر طولانی در بیابان میمیرند، زیرا بر علیه خدا قیام کردند و ایمان خود را نسبت به خدا از دست داده و حتی خدای مهربان را دشمن خود دانستند و در حقیقت لطف و فیض خدا را خوار شمردند. قضیه از این قرار بود که بعد از مدتی که قوم بنی اسرائیل از دریای سرخ گذشته بود و از صحرا نیز عبور کرده بودند، به مرز سرزمین موعود میرسند. ولی طایفه اموریان در آن نزدیکی مسکن گزیده بودند. ولی قبل از اینکه وارد سرزمین بشن، موسی با آنها میگه فردا میرویم و سرزمین مقدس را به دست میآوریم. ولی قوم نزد موسی میآیند و میگویند که قبل از اینکه جلوتر برویم بهتر است که اول جاسوسانی بفرستیم تا سرزمین و شهر اموریان را که در برابر ما قرار گرفتند جاسوسی کنند. موسی موافقت میکند و 12 جاسوس یعنی 1 نفر از هر طایفه اسرائیل میفرسته تا سرزمین اموریان را جاسوسی کنند. 2 نفر از این جاسوسان میگویند که این سرزمین در حقیقت سرزمین عسل و شیره است و خدا آن را به ما خواهد داد. می رویم و آن را خیلی راحت تسخیر می کنیم. این 2 نفر کالیب و یوشع بودند. اما 10 نفر دیگر به مردم می گویند که اگر برویم اموریان ما را خواهند کشت، زیرا مردانی قد بلند و زور آور هستند، در حالی که ما هیچ وسیله جنگی نداریم. موسی به آنها می گوید که ای مردم نگران نباشید، خدا یکتا به من نشان داده است که این سرزمین از آن شماست و شما برنده می شوید. برویم آن را بگیریم، خدا پیش روی شماست. اما قوم گوش به حرف موسی و کالیب و یوشع نمیدن، در عوض به حرف آن 10 جاسوس دیگر گوش دادند و در نتیجه از ورود به سرزمین موعود محروم گشتند. ببینید دوستان عزیز، ترس و عدم ایمان سبب شد که آنان از فیوزات الهی محروم شوند و در حقیقت اینه که امروز نیز عواملی که ما را از الطاف و کرم و سخاوت و فیض خدا محروم کرده، همانا ترس و نبودن ایمان و یا نداشتن ایمان به خدا یکتاست. البته ایمان به وجود خدا داریم و میدانیم که خدایی هست و میدانیم که این خدا یکتا قادر مطلقه و تواناست و داناست. میدانیم که خدا همه چیز را در اختیارش داره. میدانیم که او قادر مطلقه
و می‌دانیم که هیچ چیزی حتی یک موی سر ما هم بدون اطلاع و اجازه او از سر ما نمیفته. ولی دوستان عزیز توجه داشته باشید که این دانستن‌ها و قبول کردن این واقعیت‌ها دلیل ایمان داشتن به خدا یکتا نمی باشد. و مقصود من از ایمان نداشتن این نیست که مثلا معتقد نیستیم که خدایی هست و یا خدایی نیست. متاسفانه خیلی از ماها خیال میکنیم که چون مثلا این چیزها و یا چیزهای دیگری درباره خدا میدانیم بنابراین ایمان به خدا داریم. ولی دوستان عزیز مقصود کلام خدا از ایمان داشتن به خدا دانستن اطلاعات در مورد خدا نمی باشد. زیرا کتاب مقدس میگوید که شیطان هم به این چیزها واقف است. شیطان هم میداند که خدا یکیه. شیطان هم میداند که خدا خدای قدوس و پرزور و بی همتا و بی نظیر و توانا و قادر مطلقه. ولی شیطان به خدا ایمان ندارد، برعکس دشمن اوست. حالا مقصود کلام خدا از ایمان داشتن تسلیم شدن به خداونده. یعنی نه فقط باید این چیزها را در مورد خدا قبول کنیم بلکه خود را تسلیم او کنیم و عملاً ایمان خود را با مطیع بودن به اوامر حق آشکار سازیم، زیرا ایمان بدون عمل ایمانی است مرده. قوم یهود می دانستند که خدا وجود داره. اتفاقاً یگانه قوم یکتاپرست در آن زمان بودند و آنها می دانستند که این خدا یکتاست، خدای نادیده که آنان را از منجلاب و فقر و اسارت و ظلم و ستم از سرزمین مصر رهانید. می دانند که این خدا یکتا بود که دریای سرخ را از هم جدا کرد و آنان روی خشکی به آن سوی دریا رسیدند. می دانستند که این خدا یکتاست که به آنان نان روزانه را هر روز از آسمان عطا می کنه، اما خود را تسلیم خدا نکرده بودند و یا بهتر بگویم به کلام خدا ایمان کامل نداشتند. یعنی دانش و حکمت آنان عامل ایمانشون نشد، بلکه برعکس باعث خشم و غضب خدا گردید. از آیه 37 موسی میگوید و خداوند به خاطر شما بر من نیز خشم نموده، گفت تو هم داخل آنجا نخواهید شد. و اطفال شما که درباره آنها گفتید که به یغما خواهند رفت و پسران شما که امروز نیک و بد را تمیز نمیدهند آنان داخل آن سرزمین خواهند شد و آن را به ایشان خواهم داد تا مالک آن بشوند و اما شما روی گردانیده از راه بحر القزم به بیابان کوچ کنید. قوم یهود دوستان عزیز از مردان اموریان ترسیدند. گفتند که اگر به جنگ برویم نه فقط ما کشته میشیم بلکه بچه های ما را نیز به اسیری خواهند برد. بدبخت میشیم، نابود میشیم. گفتن حتی خدا دشمن ما شده که آوردتمون در برابر این مردای قولاسا قرار بگیم تا ما را نابود کنه. پس حاضر نشدن حرف خدا را بپذیرن. چرا؟ چون حکمت و عقل خودشونو به کار بردن، به حرف انسانها ایمان آوردن، مخصوصا به آن 10 نفر که گفتن اگه بریم همه از بین میریم. آنان سبب شدن که خشم خدا را نصیب خود کنن، زیرا برخلاف امر خدا رفتار نمودن و آن چیزی که نگرانش بودن دوستان هرگز به وقوع نپیوست. آنان نگران بودن که نکنه بچه هاشون اسیر بشن، نابود بشن. ولی میدونید چی شد؟ همون بچه هایی که نگرانش بودن آنان وارد سرزمین موعود شدن و حالا در برابر موسی ایستادن و موسی آخرین حرفا را داره بهشون میگه. ولی آنان که شک و تردید داشتن غرغر کردن، ترسیدن، ایمان به خدا را از دست دادن، همه در بیابان مردن. خدا بچه ها و نوجوانان را مسئول بی ایمانی قوم نمی داند و آنها را به خاطر بی ایمانی پدرانشون تنبیه نمی کنه. برعکس آنان را به سرزمین موعود هدایت و رهبری می نماید. بله دوستان، قوم بنی اسرائیل نه به خاطر گیجی موسی بلکه به خاطر بی ایمانیشان 40 سال در بیابان آواره شدند. خدا آنها را تنبیه کرد. در همان اول به سرزمین موعود رسیدند، اما به خاطر اعتماد و ایمان نداشتن به گفتار خدا و به خاطر ترس از انسانها روی برگردانیدند و به طرف صحرای سینا مجددا روانه شدند. در فصل دوم حضرت موسی شروع به بازگو کردن وقایعی که پس از این عمل بی ایمانی به وقوع پیوست می کند. به طوری که می خوانیم میگوید پس برگشته چنان که خداوند به من گفته بود از راه بحر القزم در بیابان کوچ کردیم و روزهای بسیار کوه سعیر را دور زدیم
وانگاه خداوند مرا خطاب کرده گفت دور زدن شما به این کوه بس است، به سوی شمال بروید و قوم را امر فرموده بگو که شما از حدود برادران خود بنی عیسو که در سیر ساکنند باید بگذرید و ایشان از شما خواهند ترسید. پس بسیار احتیاط کنید و با ایشان منازعه نکنید، زیرا که از زمین ایشان به قدر کف پای هم به شما نخواهم داد، چون که کوه سعیر را به عیسو به ملکیت دادم. خوراک ایشان را به نقره خریده بخورید و آب را نیز از ایشان به نقره خریده بنوشید، زیرا که یهوه خدای تو را در همه کارهای دستت برکت داده است. او راه رفتنت را در این بیابان بزرگ می داند. الان 40 سال است که یهوه خدایت با تو بوده است و تو به هیچ چیزی محتاج نشده ای. حالا در این آیات می بینیم که موسی می فرماید که وقتی قوم از مطیع بودن به خدا سرباز زدن، در بیابان آواره شدن. و دوستان عزیز، این یک حقیقت مهمی را برای من و شما در زندگی معنویمون آشکار میکنه و اون اینه که هر که با خدا نباشد در بیابان زندگی نیز آواره و سرگردان خواهد بود و حیران و هرگز معنی و مقصود خاصی در زندگی ندارد. باز خداوند در این حال نظر لطف خودشو بر آنها پس از مدتی آشکار میکنه و موسی را امر میکنه تا قوم را به سوی کوه سعیر که سلسله کوه‌هایی است در صحرای بی‌آب و علف سینا هدایت کند. و همونطور که میدانیم قوم بنی اسرائیل سالهای بسیاری دور این سلسله کوه‌ها میگشتند بدون اینکه بدانند که کجا میروند و عاقبتشون چه میشه. آوارگی و سرگردانی قوم یا چرخیدن دور کوه درس‌های روحانی زیادی میتواند برای من و شما داشته باشد. دوستان عزیز، خیلی از ماها نیز همانند قوم بنی اسرائیل به خاطر اینکه به عقل و گفتار دیگران و یا خودمون تکیه میکنیم در زندگی معنوی همین حالتی رو داریم که قوم بنی اسرائیل داشتن. از یک نقطه حرکت میکنیم و پس از سالهای بسیار درست به همان جای اول برمیگردیم و هیچ رشدی در عالم معنویت نداریم. دوستان عزیز، بسیاری از شما شنوندگان عزیزمون درباره حالت معنوی و روحانی خود مطالبی نوشتید که در طی سالهایی که از عمرتون گذشته و با اینکه سالها در امور مذهبی فعالیت داشتید و به قول معروف شخص مذهبی بودید، ولی هنوز آتش روحانیتون کماکان باقی مانده است. البته خیلی مذهبی تر از گذشته شده اید، ولی هنوز به هیچ اساس معنوی دست نیافتید و در واقع خود را خالی می‌بینید و احساس می‌کنید که هنوز هم از خدا دورید و قلب و زندگیتون از عالم معنویت خالیه. می‌دونید چرا دوستان عزیز؟ می‌دونید چرا هنوز همون فاصله را با خدا دارید که سالهای پیش حتی قبل از اینکه مذهبی باشید داشتید؟ می‌دونید چرا هنوز آن اطمینان که طالبش بودید، آن چشمه آب حیاتی که دنبالش بودید هنوز به دست نیاوردید؟ میدونید که چرا هنوز واقعا اطمینان ندارید که آیا حقیقتا خدا از شما خوشنوده یا نه؟ دوست عزیز، علتش در ترس و بی ایمانی می باشد. شاید شما اطلاعات زیادی در مورد خدا و مذهب دارید، اما ایمانی که عملاً این حقایق و ایمان و اعتقادتون را آشکار کند در اختیار ندارید. دوستان عزیز، اگر شما نیز در چنین حالتی هستید و هنوز خود را از خدا دور می‌بینید، هرچند خیلی مذهبی هستید، بدانید علتش اینه که شما در راه حیات قرار نگرفته اید، بلکه در عوض شما در دایره زندگی انسانی و دنیوی در حال چرخش هستید و هر چقدر هم سریعتر بگردید، هر چقدر هم در امور مذهبی بیشتر پیشرفت کنید، انگار روی یک دایره است که پس از مدتی دوباره به همان نقطه اولیه برمیگردید و روحتون هنوز تشنه است و هنوز روح خدا را دریافت نکردید و خود را از خدا بسیار دور می‌بینید. واقعیت اینه که زندگی معنوی یک راه مستقیمه که هر قدمی که در آن برمی‌داریم ما را به خدا نزدیکتر و تشنگی روح و آتش معنوی ما را نیز فروکش می‌کنه. به راستی چقدر بی‌ایمانی قوم یهود می‌تواند درس مفید برای زندگی من و شما باشد، زیرا همانند آینه است که امروز قادریم زندگی روحانی خود را مورد آزمایش قرار بدهیم و ببینیم که آیا امروز من و شما نیز قدمی به سوی خدا به جلو برداشتیم و یا خدای نکرده هنوز در دایره
عالم قرار گرفتیم و هیچ در عالم روحانی رشد نکردیم و در حقیقت هنوز هم از خدا بسیار دور هستیم. انگار پس سالهای سال هیچ روح و جانمان رشد نکرده و هنوز همان کودکی هستیم که در عالم روح توقف کرده و نمیتوانیم راه برویم. دوست من، اگر شما مسیحی هستید و این حالت را در خود احساس میکنید، علتش اینه که ایمانت بدون عمله. زیرا علت سرگردانی قوم بی ایمانی بود و علت عدم رشد در عالم معنویت نیز بی ایمانی است. پس دعا کن و از خدا بخواه که ایمانت را زیاد. ولی اگر شما هنوز مسیحی نیستید، دوست من، علت سرگردانی روحت اینه که هنوز در راه مستقیم عالم معنویت قدم برنداشتید. دعا کن و از خداوند بخواه که تو را در این امر یاری و هدایت بدهد و گفتار مسیح را به خاطر بسپار که فرمود: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمیتواند بیاید. امروز راه حیات که به خدا منتهی می شود از شما دعوت می کند که با تسلیم کردن وجودتون به او و با ایمان آوردن به او و مطیع بودن به کلامش وارد حیات جاودانی شوید و در عالم معنویت تولد یابید. این با شماست که آیا مایل هستید که در راه خدا قرار بگیرید و در عالم معنویت رشد کنید و یا آنکه در دایره زندگی این عالم بچرخید و به هیچ جایی نرسید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.